وقتی شاه اسماعیل صفوی نوه شیخ صفی الدین اردبیلی در آذربایجان قیام می کند برای اعتلاع ایران، چرا خان 82 ساله استاجلو سوار اسب میشه به دنبال او فرمانبری می کند؟ راز بقا ایران در همین کارهاست، در همین نقطه ها و نکته هایی در تاریخ ما باقی مونده. مرد 82 ساله در کنار دیوار حیات، در کنار چاه فنا، در کنار گور، در لحظات آخر زندگیش چی میخواد؟ چرا میدوه که اسم ایران فرار نکند و فراموش نشود. میدود که پرچم استقلال ایران رو برپا کند، باقی بگذارد و ایران دوران مشعشع صفویه به وجود بیاید. کدوم ملتی رو میشناسید که پسر یک پوستین دوز خراسانیش در طول 13 سال مملکتش رو با اون اوجی از قدرت برسوند که مورد حسادت تاریخ بشرها قرار بگیرد؟ این جز این که قبول کنیم در ذات ما ملت عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است و ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمون مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق و انس و عرفان ایرانمون رو دوست داشتیم. به هیچ دلیل دیگری قادرتر از این نمی‌رسیم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می‌کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می‌نویسد. خسرو انوشیروان زنجیر داد بر کاخ خودش می‌آویزد. یعقوب لیث خانه جوانمردان و مکتب شیرمردان درست می‌کند، مکتب بهتاران درست می‌کند. و ایرانی از این پندها، از این نصیحت‌ها، از این دلالت‌ها و از این رهبری‌ها بر معنویت خودش افزوده است و دنیای مادی و شکست‌های مادی و عدم موفقیت‌های مادی رو اصلاً به حساب بقا و زندگی نگرفته. اگر می‌گرفت در همون عصر مغول مثل سعدی در ایران پیدا نمی‌شد. اگر شکست‌های سوری رو قبول می‌کرد فردوسی از توش بر نمی‌خواست. فردوسی در عصری شاهنامه ساخته است فکر کرده که در ایران شاهی وجود نداشته. کی فردوسی رو تشویق کرده است که در عصر بیشاهی شاهنامه بسازد؟ کی مشوق فردوسی بوده؟ کی به فردوسی گفته است برو مدح پادشاهانی بکن که سر در نقاب خاک کشیدن؟ در عصری که شرق ایران در دست ترکان غزنوی و غرب ایران به دست خلفای بغداد سپرده شده، قدرت سوری به دست راست و قدرت مذهبی به دست چپه، کی به فردوسی پا برهنه بیکس، کی به فردوسی بی سرمایه مادی، کی به فردوسی بی پناه گفت برو و بساز و بگو چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و برزنده تن مباد؟ پسرم کی اینو به فردوسی یاد داده؟ فرزند من کی فردوسی رو وادار کرده است بدون مشوق، بدون مربی، بدون حامی، بدون مزد برود شاهنامه بسازد؟ تصور نکنی شاهنامه چیز پیش پا افتاده است. شاهنامه رو 1000 ساله به مسابقه کائنات گذاشته، شبیهش نمیتونن بسازن. پسرم شاهنامه رو فردوسی در عصری ساخته که این مداد کاغذ معمولی که من و تو به دست داریم نمیشناخته مداد چیه. کاغذ به این صورت در دسترسش نبوده. این نور و برق و وسیله و زمین و زمان و ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار نبودند. در یک ده دور افتاده در خراسان یه مردی می نشیند، می بیند هیچ لذتی بالاتر از این نیست که عزت گذشته ایران رو مرتسم کند و سند بزرگواری نظام پادشاهی ایران رو تحویل به تاریخ بدهد. می آید
اسناد و مدارک جمع میکنند، شاهنامه رو تدوین میکنند، به دربار محمود غزنوی میآورد. به محمود میگوید تو اگر بر این شاهنامه کمک بکنی و صحه نشر بگذاری و من بتوانم این رو منتشرش بکنم، نام تو در ردیف نام بزرگترین شاهان جهان در میاد. محمود غزنوی قبول میکند. قصه درست کردن، قرار بوده برای هر بیتی یه مسقال طلا بدن، بعد یه مسقال نقره دادن، بعد اون قهر کرده از حمام رفته. چطور ممکنی همچی آدمی اصلا فکر مادی داشته باشه؟ فردوسی پول میخواسته چه بکنه؟ پول میخواسته برای نزول بده، پول میخواسته برای خونه قصری بخره. فردوسی خانه فردوسی شاهنامه است. بیفکندم از نظم کاخی بلند که از باد و بارون نیابد گزند، بناهای آباد گردد خراب ز باران از تابش آفتاب. بیفکندم از نظم کاخی بلند که از باد و بارون نیابد گزند. بسی رنج بردم در این سال، سی عجم زنده کردم بدین پارسی. کسی که میتوند اینقدر وسیع فکر کنه، قصه ها قصه است که براش میسازن. این دست نادان است که چنین قصه رو برای فردوسی جعل بکنه. به قدری ظرافت طبع در این مرد هست، ما خیال میکنیم که تاریخ جنگ ها رو نوشته. در شاهنامه قشنگ تجزیه و تحلیل میکنه، صحنه ها رو نقاشی میکنه. امروز تمدن فرنگی یه پیس رو میخواد بیاره رو صحنه، یه نمایشنامه رو به اصطلاح پیاده بکنه، به نمایش بگذاره. متصدی نور است و متصدی صدا است و دکور و صحنه و لباس و تمام اینا تا یه حال کوچیکی رو نشون بدن، یه صحنه ای رو نشون بدن. باید چقدر تکنیک کمک کنن، چقدر انسان‌ها با همدیگه هماهنگی بکنن تا یه پرده نمایشی به نمایش گذاشته بشه. شما این رستم و اسفندیار شاهنامه رو بخونید، این داستان بیژن منیژه رو بخونید، صدا، نور، دکور، لباس، تمام اینا رو فردوسی برده تو قالب کلمه. تو قالب کلمه صدا رو میشنوی و نور رو میبینی. به روز نبرد و یل ارجمند، به شمشیر و خنجر به گرز و کمند، برید و درید و شکست و ببست، یلان را سر و سینه و پاد است. صنعت جمع و تقسیم رو چقدر قشنگ آورد. عجب آدم بیدلی بوده، همش از برید و درید و شکست و ببست، یلان را سر و سینه و پاد است. 7-8 صد پایین درش بیا پایین ببین چی رو زد ساخته. میگه سیاه اندرون باشد و سنگ دل، که خواهد که موری شود تنگ دل. میازار موری که دامت نشست، که جان دارد و جان شیرین خوش است. آیا کسی که میتونه در قالب قلب یک مورچه خودش رو جا بدهد و جان یک مورچه رو جان تلقی بکند، اصلا آیا از این ارتیستی، از این هنرمندی بالاتر و بالاتر میشه پیدا کرد؟ چنین مردی با چنین عواطفی معتقد است که برای اعاده حیثیت مملکتش، برای اثبات اینکه قدرت ملیش از بین نرفته است، برای اینکه راز بقای این ملت رو در مقابل سیل تاریخ برای فرزندانش که شما هستید باقی بگذارد، شاهنامه رو میسازد. و شاهنامه چه از لحاظ تحلیل مسائل، چه از لحاظ فلسفه تاریخ، چه از لحاظ عرفان ملی که دارد، یکی از عظیمترین آثار خلقی دماغ انسان و بشر است. شاهنامه پایه و ریشه مثنوی معنوی است. شما مثنوی معنوی دریای مواج مولانا رو تمامش رو میبینید که پایش همه شاهنامه فردوسی است. این عرفان عاشقانه ماست که ما رو باقی گذاشته در مقابل حوادث تاریخی.